وقتتون بخیر. نمیدونم شما دارین با چه فاصله زمانی ویدیوها رو میبینید. ویدیو 4 الان ضبط کردم، همینجا بودیم قطعش کردم و الان ویدیوی بعدی رو میخوام شروع کنم. ویدیو 5 قرار بود تو ویدیو 4 تحلیل پوند یو اس دی رو انجام بدم، ولی شروع کردم به صحبت کردن در مورد روش معاملاتمون و توضیح دادم که دیدگاهمون چیه. البته حالا یه حدودی صحبت کردم در موردش. حالا میخوایم دوباره برگردیم به تایم فریم ربع ساعته خودمون، تحلیل پوند یو اس دی رو داشته باشیم. امیدوارم بتونم خوب تحلیل کنم و یه نکته دیگه هم سریع تحلیل کنم، زیاد طولش ندم. نمودار اینجاش چرا نیست؟ اینجا رو ما بار قبل تحلیل کردیم. ما تا کی تحلیل کردیم؟ ما از اینجا باید زمانش عوض کنم، حواسم نبود. ژانویه تا فوریه رو بررسی کردیم که این خط و خطوطش باشه. از قدیم سال 2016 نه برگردیم عقب. خب فوریه، 1 فوریه رو باید بیاریم. آره دیگه 1 فوریه میشه همینجا که ما تحلیل کردیم. اینم توضیحاتی بود که تو ویدیو قبلی براتون دادم. بذارین پاکش کنم اینا رو. داشتم میگفتم که ما دیدگاهمون وقتی که سله چه اتفاقی میفته. خب تو ویدیو 3 آخر ویدیو داشتم صحبت میکردم و یه لحظه خواستم معامله هم بکنم، هول شدم. واقعا باید آدم خودشو کنترل کنه تو بازار مالی. همه چیز بر اساس احتمالاته. اگه ما بیایم خودمون اشتباهایی که دایریم رو داخل این بازار رو هم بازار دوباره اجرا کنیم، واقعا متضرر میشیم. به راحتی هم متضرر. بازار بد تنبیه میکنه. اینجا یه لحظه گفتم خب این لو آخر لو زده شده و برمیگرده بالا توی نقدینگی به اندازه کافی که برگشت بالا. ما داخل مکتی نشونه هاشو میبینیم و به سمت پایین بخوایم سل بگیریم، که بعد گفتم نه ولش کن، این تحلیل مال ماه بعد. خب الان ماه بعد رو میخوایم انجام بدیم. تو این بازه زمانی اومدم یه بار نگاه کردم، دیدم خوب که اینو معامله نکردم، چه اشتباهی میشد. اینجا نمودار زمانی که از اینجا به سمت بالا رفته، یعنی که ما فرضمون رو بذاریم روی که همچین شکلی تشکیل شده و اینجا های جدید ثبت شده، چون میبینید های جدید هم ثبت نشده، شادو اینجا. ولی حالا فرضمون رو بذاریم برای اینکه این به سمت بالا رفته، پایین اومده، نقدینگیش رو دیده، پس های لوها تایید شده است، به سمت بالا اومده. وقتی به سمت پایین اومده هیچ نقدینگی ندیده. واسه این پایین اومدنش دلیل این بوده که می‌خواسته دوباره به سمت بالا بره، می‌خواسته نقدینگی جمع کنه. نیاز داشته، قدرتش از بین رفته بوده، نیاز داشته تا به این پایین برگرده. خب برگشته، آیا نقدینگی دیده؟ پول جمع کرده، نقدینگی جمع کرده، ولی از نظر من ایندوسمنتی ندیده. پس من نمیتونم بگم که این یک هایه و این هم یک لوه. نمودار به سمت بالا رفته، های جدید زده، دوباره به سمت پایین برگشت. زمانی که اینجا لو آخر نیست، به خاطر اینکه بنزین کافی به سمت پایین برنگشته و نقدینگی قبلی خودشو ندیده، اینجا میشه لو آخر. میبینید که لو آخر هم اومده شکونده، ولی الان واقعا بریم با هم دیگه دقت کنیم ببینیم آیا با بادی شکونده. و بعد اگه یادتون باشه یک بار هم صحبت کردیم، یک چیزی هست که خودم هم در حال بررسیشم، اینه که مثلا یک کندل به این صورته، کندل بعدی یه شادوه، خیلی شادو هست شد، کندل بعدیش هم یه همچین حالتیه شادو، کندل بعدیش هم به این صورت. نمودار اومده به وسیله این کندل بازار لو آخر رو شکونده. خب به این میگن رید کندلی. یک سری از معاملات بای اینجا وجود دارن که همشون باید فعال بشن. یک دیدگاه اینه که نمودار رو به سمت پایین میارن، معاملاتشون رو باز میکنن و بعد به سمت بالا میبرن. در همچین حالتهای کندل ها به این صورت در میان و در واقع تمام معاملات انگار توی این کندل فعال میشن و نمودار به سمت بالا میره. یه همچین شکلی که اینجا اتفاق افتاد. من بررسی‌هایی که انجام دادم به این صورت بوده که اگه این اتفاق بیفته، من اگه بیام تایم فریمو از ربع ساعت تا 1 ساعت تا نیم ساعت جابجا کنم، میبینم که کلا این هم از بین میره، شادو میشه. در واقع هیچ شکستی اینجا اتفاق نیفتاده. به نظر من بهترین
شکست واقعا اینه که نمودار بیاد این پایین بمونه و بعد به سمت بالا برگرده، شادو نکنه با سرعت زیاد، بعد توی نقطه خیلی مهمی هم به سمت بالا برنگرده. چون دیدم نمودار این اتفاق براش میفته، میره به سمت بالا، لو آخر رو میشکنه برمیگرده بالا. وقتی که اینجا رسید ما بخوایم باهاش سل بگیریم دیگه، نمودار از همینجا ممکنه یه اینطوری کنه و بای بره. میایم دقت میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. حالا من کم اینو بکشم پایین‌تر، میبینیم اینجا یک سری سفارشات وجود داشته که نمودار اومده بهشون برخورد کرده و بعد به سمت بالا رفته. این حرف من به چه معناست؟ به معنای اینه که بابا این حرکت برادر من مال یک تایم فریم دیگه است. یا اینکه بذار اول اینجوری بگم، تا جایی که میخواسته بیاد نمودار اومده، انگار دیگه بیشتر از این نمیخواد بیاد. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر میگم ما بر اساس بررسی که از گذشته داریم این حرفا رو میزنیم. این اومدیم بررسی کردیم، خب نگاه کردیم دیدم آقا این خب این لو آخر شکسته شده، چرا نمودار برنگشته پایین؟ خوب که نگاهش کردم دیدم اینجا یک سری معاملات وجود داشته. این معاملاتی که اینجا وجود داره باعث شده که دوباره نمودار به سمت بالا بره. وقتی که بعد از این اتفاق، حالا اگه من وارد معامله شدم و استاپ خورده بودم، به این معامله داشتم فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم که اصلا این حرکت مال تایم فریم بالاتر بوده و اینجا کلا نقدینگی تایم فریم بالاست و در تایم فریم پایین فقط شکست اتفاق افتاده و تا اونجایی هم که میخواسته اومده. بس به این خیلی دقت کنید که این کجا داره برمیگرده به سمت بالا. مثلا تو این فضا، من خطوطو پاک کنم، این فضا، خب اینجا یه قشنگ می‌بینید نقطه تصمیم گیری بازار شروع کرد سایت حرکت کردن. این جای دیگه هم هست سایت حرکت کرده، ما کاری بهش نداریم. اینجا بعدش یک حرکت صعودی اتفاق افتاده، بعدش نمودار تونسته بره های قبلی خودش رو بشکونه. این به خاطر همین اینجا برای ما مهم میشه. بازار اگه تو این نقطه به سمت بالا برگشته بود، خب خیلی احتمالش داشت که میرفت و سقف قبلی خودش رو میزد. ولی وقتی که میام نگاه میکنم میبینم توی این فضا به سمت بالا برگشته، میگم خب احتمال کمتر شد، ممکنه نره دیگه سقف قبلی خودش رو بزنه. ولی باز رو همون حرف خودم هستم که زمانی که این میاد با یک کندل میشکونه و بعد به سمت بالا میره، ما باید احتیاط کنیم. حالا اصلا نمیدونم که این شکست هم اتفاق افتاده یا نه. من این خط رو بندازم اینجا، یه خط هم بندازیم اون بالا، ببینیم آیا های آخر رو زده یا واقعا شادو بوده. نه اینکه واقعا شادو بوده، اینکه اصلا شکی توش نیست، خیلی شادو. این پایین چی؟ خب شما میبینید، دقت کنید، واقعا من نمیدونم، احساس میکنم نمیتونم این رو شکست ببینم. میتونم چند تا کار انجام بدم. یک، وارد معامله نشم. وقتی این بازار احتمالات، خودم هم احتمالات بهش اضافه کنم، خب این اشتباهه. سیستم من ممکنه 70% وین ریت یا 80% وین ریت داشته باشه. چیزی که من خودم در آوردم حدود 80 تا 84% وین ریت، ولی ریوارد بریسک هم ریوارد بریسک خوبی نیست عمدتاً. هر چقدر که شما ریوارد بریسکتون رو بهتر کنید، معمولا تو معاملات کمتری هم وارد میشی، پس تعداد درست‌ها رو هم از دست میدین، اون غلطا خیلی وقتا میخورن و بعد ریوارد بریسکتون بهتر میشه. ریوارد بریسک درست گفتم، هر چقدر شما ریوارد بریسکای بهتری وارد بشین، وین ریتتون پایین‌تر میاد. این یه چیزی که وجود داره، شما باید یه تعادل بین این برقرار کنید و با حسابتون سودده باشه. اینجا چیزی که داریم میبینیم، شکست اتفاق نیفتاده. پس به نظر من میتونیم دو کار انجام بدیم. یکی این که آقا من وارد معامله بشم و تا این پایین بمونم یا تا این کف و بعد از معامله خارج بشم. یا ما شکسته دیگه، شما دیگه چه ایرادی میخوای از این نمودار بگیری. یکی دیگه میگم آقا احتمالاته من واردش نشم، ولی اگه این نمودار به سمت بالا برگشت، به این صورت به سمت بالا برگشت و بعد توی فراکتال پایینترش یه لحظه و به استاپمون نزدیک شد. ببینید اگه من اینجا وارد معامله بشم، تیپی اینجاست، استاپ اینجاست، ریوارد بریسک بده. نمودار اگه اومد بالاتر، یه ریوارد بریسک بهتری به من داد، اینجا حدوداً داره 1:1 میشه. مثلا اینجا مثلا 1:3. اگه تا اینجا اومد و بعد یک چرخشی هم در فراکتال پایینش اتفاق افتاد، من میتونم وارد معامله بشم.
چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه ریسکم رو در واقع دارم کم میکنم. میگم به ازای مثلا $100 اینجا ضرر، ممکنه مثلا من $200-300 سود کنم اینجا، پس بذار وارد معامله بشم، باید ریسک کنم برای به دست آوردن پول. ولی اینجا بهتره این وارد معامله نشم، هرچند ممکنه بره و سود به ما هم سودی نده و مسیرش رو بره. و خب خیلی هم سرعتش زیاده، نمیتونم با سرعت تحلیل کنم. اومد نقطه بالاتری، ریوارد به ریسکمون بهتر شد. خب دوستان الان مثلا به شما بیایم شما اینجوری با هم فرض کنیم، من اگه اومده بودم اینجا وارد معامله شده بودم، باید خفت و خواری همه این ضرر رو تحمل میکردم. نمیگم ما تو ضرر نمیریم، ما تو ضرر میریم، ولی هر چقدر بتونیم نقطه ورودمون رو بهتر کنیم به نفعمونه. ما رسیدیم به این نقطه، اینجا اگه من وارد بشم اللحاظ زمانی زمان کمتری تو ضرر بودم، ذهنم آرومتره و میگم به نفعمونه که بهترین نقطه رو وارد بشه. ریوارد به ریسکمون الان خیلی بهتر از قبل شد، شاید این بالا سل میگرفتیم به نفعمون بود. حالا تو این موجی که به سمت پایین اومدیم، فرض رو بذاریم روی این که شکست اتفاق افتاده و بازار داره دنبال نقدینگی میره. یک سری نقدینگی اینجا بوده، میبینی اومده نقدینگی رو جمع کرد و بعد ریخته پایین. حالا آیا میتونه جای دیگه هم بره؟ برای یه سری نقدینگی هم این فضای اینجا وجود داره، این هم خیلی نقدینگی قوی هستش. به نظر من اگه تو این نقطه اومد ما سلمون رو بگیریم خیلی خوب میشه. دوستان بعضیا میان استاپشون رو این بالا میذارن، خب من مشکلی با این قضیه ندارم، سیستم معاملاتی هر فرد با فردی فرق میکنه. من زیاد نمیتونم استاپ بخورم و منتظر یه دونه تیپی بزرگ باشم. معمولا استاپامو رو دور میذارم، یعنی استاپ تایم فریم بالاتر میذارم، سعی میکنم نقطه ورود بهتری داشته باشم. اینجا میذاریم خب 200 تا این ور میده، 69 تا اون ور، 1/3 حدوداً. آره یک بهتر از 1/3. اگه اومد اینجا وارد معامله شدیم خیلی معامله خوبی انجام دادیم. خب اومد خیلی هم شارپ رفت بالا، بریم ببینیم چی میشه. خب استاپمون هم خوردیم، تموم شد. دوستان اگه دقت کرده باشیم بهتون گفتم که این حالتهای اینجا حالتهایی هستن که خیلی برای من اتفاق افتاده، میره استاپ من رو میزنه. اینجا چرا پس وارد معامله شدم؟ میگم آقا من که سیستمم جوریه که ریوارد به ریسکای 1/1 میده، 1/2 خیلی خوب معامله کنم، 1/2 میگیرم، اینجا داره به من 1/3 میده. من برای چی وارد معامله نشم وقتی که میتونه طبق سیستمم باشه؟ چون اینجا بعضی وقتا هم این شکست اتفاق افتاده اینجا و من دارم مته به خشخاش میذارم. ولی خب همونجوری که دیدی استاپمون رو زد، شاید بهتر بود اصلا باهاش بای میگرفتیم. ولی یه معامله خیلی خوب بود، به نظرم خیلی چیزا داخلش یاد گرفتیم. هر شکستی شکست نیست، هر هایولوی هایولو نیست. حتی ریوارد به ریسک خوب هم بخوایم بگیریم ممکنه از نمودارمون استاپ بخوریم. من ویدیو رو همینجا قطع میکنم، میخوام سعی کنم یکم علاوه زمانی تا این ویدیو رو کمتر کنم، ولی فکر کنم خیلی صحبت کردم تو این ویدیو، ولی ویدیو خوبی بود. هم این ویدیو هم ویدیو قبلی، این دوتا ویدیو رو میذارم، تامنیلشون هم عوض میکنم، یعنی تحلیل ماهانه نمیذارم. حالا باید ببینم چه کاری انجام میدم. مرسی از وقتی که گذاشتین، امیدوارم خوب یاد گرفته باشین. با اجازت.